درود بینندگان عزیز. همه سال طبق عنعنه 3 ایول روز تأسیسیابی بازرسی دولتی اتومبیلی تجلیل می‌گردد. واقعاً ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی یکی از شاخه‌های مهم و کلیدی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان حساب می‌یابد. هیئت شخصی بازرسی دولتی اتومبیلی از ابتدای تأسیس تا امروز جهت تامین بخطری حرکت در راه، پیشگیری از صادرشوی حادثه‌های راه و نقلیاتی، بلند برداشتن معرفت حقوقی اشتراکیان حرکت در راه نقش نظررس دارند. ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان مقام یگانه است که اداره‌کنی دولتی را در ساحه بخطری حرکت در راه عملی می‌گرداند. الان از تأسیس و فعالیت آن 89 سال پر شده. به این مناسبت رهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و سردار ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی توجه خاص ظاهر نموده فعالیت نظررس هیئت شخصی را که به طور شبانه روزی جهت تامین بخطری حرکت در راه زحمت و تلاش می‌ورزند مورد بررسی و دستگیری قرار می‌دهند. 83 سال مقدم پس از تأسیس یافتن نهاد مذکور، شماره کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی افزوده قسم‌های کلان راهبانی تشکیل کرده می‌شوند. ضمناً باید قید نمود که نقلیات هوایی مخصوصاً طیاره و قطاره در سالهای 30 و 50 فعالیت خود را به راه مانده بودند، ولی این همه مسئله‌های نقلیاتی را حل کردن نمی‌توانستند. چون که راه‌های ماشینگرد در اکثر منطقه و مضافات وجود نداشتند. طلبات باشد جهت انتقال بارها کاملا احساس می‌گردید. اگر سال 1930 نخستین اتومبیل در جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده باشد، تا رسما به قید گرفتن اتومبیل اولین سال 1927 شماره واسطه‌های نقلیات اتومبیلی در جمهوری 17 عدد، سال 1930 319 عدد، سال 1965 67000، سال 2005 230000 و حالا نزدیک به 700,000 عدد را تشکیل می‌دهد. چنانه که خود شاهد می‌شویم، در زمینه صاحب استقلالی و وحدت پایدار و عزم و تلاش‌های سازنده پیشوای معظم ملت رزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی الرحمن شهر و نواحی کشور سال تا سال سیمای خود را به کلی دیگرگون نموده، راه و شاهراهای نو بنیاد گردیده، نقب و پل‌های ماشینگرد و دیگر انفراساختار کمونیکاسیونی تجدید و نوسازی می‌شوند. در این برابر شماره واسطه‌های نقلیات گوناگون تمغه می‌افزاید که این همه از بلند گردیدن سطح نکو احوالی شهروندان گواهی می‌دهد. اکنون مسئله نو یعنی تأمین بخطری حرکت در راه وجود دارد که آن به دوش هیئت شخصی ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان واگذار میباشد و مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره حرکت در راه همیشه در مرکز توجه رهبریت و هیئت شخصی نهاد مذکور قرار دارد. امروز رهبریت و هیئت شخصی ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و واحدهای زیرتابع آن در برابر پیشبرد سمت فعالیت بهر حفظ این دستاوردها همزمان در حالت خوب قرار داشتن راه و نقب‌های ماشین‌گذر، حرکت منظم واسطه‌های نقلیات، اینچنین تأمین بخطری شهروندان و رانندگان چاره‌های ضروری را اندیشیده ایستادند. فعالیت شبانه روزی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در همه حالت نوبسته از وضع باد و هوا، مخصوصاً در گرمی‌های فصل تابستان و سردی‌های موسم زمستان، صبح و شام این دو جشنواره‌های ملی بر اعلی به نظر می‌رسد. مناسبت ناظران راه با اشتراکیان حرکت در راه در زمینه رعایت قطعی قانونیت، معیارهای عمومی آداب و اخلاق عمومی بشری و مدنیت رفتار، اجرای عمیق وظیفه‌های خود، هماهنگی استواری قطعیت در آگاه کنی و پیشگیری قاعده ویرانکنی ها، البته با توجه مناسبت غمخوارانه، خیرخواهانه و با احترام نسبت به شهروندان روانه گردیده است.
ما رانندگان از کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی منتداری خود را بیان می‌نماییم که به خطری را تامین می‌نمایند. امروز در کشور بدون فعالیت کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی بخطری حرکت و تنظیم واسطه‌های نقلیات را در راه و شاهراه‌ها تصور کردن غیر امکان میباشد. از این رو هر یک راننده را ضرور است که دارای صنعت بلندی رانندگی باشد، زیرا یک خطای راننده میتواند به حیات نفری نقطه گذارد. طول سالهای صاحب استقلالی کشور محض با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی با شرایط خوبی کاری تامین گردیده، با تکنیک و تجهیزات معاصر، نقلیات زمانوی و دیگر واسطه‌های تکنیکی تامین گردیدند. دولت و حکومت مملکت شروع از ابتدای سالهای صاحب استقلالی تا کنون در سمت بهبود بخشیدن بخش و ساختارهای زیرتابع مقامات کارهای داخلی در مثال شعبه‌های بازرسی دولتی اتومبیلی شهر و نواحی کشور همزمان جهت فراهم آوردن شرایط خوب و سازگار خدمتی برای ناظران و کارمندان این نهاد مهم و نظارتی تمام تدبیرهای سودمند را عملی نموده است تا به امروز با تشبث راهبریت مقامات کارهای داخلی و ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی همه بنا و انشاءات خدمتی ریاست و زیربخش‌های آن در قلمرو کشور از تعمیر کپیتالی برآورده شدند و حالا باشد کارمندان ساحه در بناهای آباد و بر هوا فعالیت می‌نمایند که آن با تمام شرایط کار و خدمتبری تأمین می‌باشد. در دوره صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان برای خدمت‌رسانی به مردم بناهای ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کار داخلی جمهوری تاجیکستان و دیگر زیرشعبه‌های آن در شهر ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان با پورگی از تعمیر برآورده شده برای هر یک کارمند شرایط خوب مهیا کرده شده است. ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان موقعش را روز به روز مستحکم نموده همقدم زمان تکنولوژی گردیده ایستاده است. مورد به قید است که رشد و پیشرفت‌های بی‌سابقه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و بازرسی دولتی اتومبیلی محض در زمان صاحب استقلالی راست می‌آید. در زمان صاحب استقلالی نقش، موقع و مهمیت فعالیت این نهاد مقامات کارهای داخلی را راهبریت عالی کشور به اینابت گرفته جهت در سطح بلند به راه ماندن فعالیت کاری مطابق نمودن به طلبات معاصر باری نخست بین جمهوری‌های آسیای مرکزی ساختمان و به استفاده دادن مرکز اتوماتیک‌کننی اداره نقلیات و حفظ ترتیبات جمعیتی شهری به خطر مورد بهره برداری قرار داده شد که این یکی از دستاوردهای نادر ساحه در سمت تأمین بخطری حرکت در راه، حفظ ترتیبات جمعیتی و آشکار نمودن همه گونه کردارهای جنایی و ضد اخلاقی در پایتخت کشور شهر دوشنبه می باشد. تأسیس شهر بی خطر در حیات این ساختار خیلی چیزی مهم بود و هست و امروز هم ما می بینیم که در قطار اینکه خود کارمندان به حرکت واسطه های نقلیات و حفظ ترتیبات جمعیتی در کوچه ها همان مسئول هستند. خود شهر بی خطر هم می بینیم که پیوسته توسط کامیراهای نظارتی چی در خیابان و میدان ها کوچه ها و همزمان در پاسگاه ها همزمان در شاهراها نصب کرده شدند. پیوسته هر یک عملی نامطلوب را پیخست میکنند، پیگیری میکنند و برای دستگیر نمودن همین حقوق ویران کنندگان و چی جنایتکاران به واسطه کمک خود را یاری خود برای ما میرسانند. مرکز مذکور از ابتدای تأسیس تا کنون در آشکار ساختن صدها هزار قاعده ویرانکنی رانندگان و تأمین حفظ ترتیبات جمعیتی سهمی نظررس دارد. اپراتوران ساحه همه روزه با دید کسبی تمام گشت و گذار رانندگان واسطه‌های نقلیات را در کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه نظارت می‌نمایند. حکومت جمهوری تاجیکستان برای وارد شدن به جهان تکنیکی تمام چاره‌ها را اندیشیده ایستاده است و ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان سال تا سال موقعش را استوار نموده همقدم زمان تکنولوژی می‌گردد.
یکی از دستاوردهای نوین ساحه این مورد بهره‌برداری قرار دادن کارخانه واحد دولتی شهر هوشمند در شهر دوشنبه می باشد که آن 20 ایون سال 2025 از جانب پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. امروز در مرکز نظارتی کارخانه واحد دولتی شهر هوشمند اپراتوران پرتجربه ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی نیز به طور شبانه روزی فعالیت نموده امنیت شهروندان و نظارت فعالیت اینفراستراکچور پایتخت کشور را تأمین می‌نمایند. مورد به تاکید است که شهر هوشمند ساختاری است که در اساس آخرین نظریه‌های رقمی کنونی تکمیل یافته اداره کنی شهر بر پایه فناوری، اطلاعات و کمونیکاسیا بر راه مانده می شود. دستاورد دیگری ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان این پایگاه‌های ماشینرانی و یا автодром‌های زمانوی می باشد. محض با دستور و دستگیری‌های دولت و حکومت کشور خاصه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2013 در شهر دوشنبه نخستین پایگاه اتوماتیک اتومبیلرانی کار خود را آغاز نمود. تا به امروز شماره چنین پایگاه‌های اتومبیلرانی در حدود کشور به مراتب زیاد گردیده جریان ساختمان آن در دیگر شهر و نواحی کشور ادامه دارند. امروز کارمندان پرتجربه بازرسی دولتی اتومبیلی در چنین بنا و انشاءات معاصر روند سپاریدن امتحانات داوطلبان را پیوسته نظارت می‌نمایند. امروزها شعبچه امتحاناتی ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان طبق ترتیب مقرر گردیده سندهای معیاری حقوقی عملکننده و سفارش‌های راهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده ایستاده است. در دوره سالحیت دولتی سال 2014 محض با دستگیری و اشتراک جناب عالی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شعبچه ما فعالیت خود را در автодроم زمانوی آغاز نمود. شهروندان برای سپردن امتحانات نظروی و عملی در صنفخانه‌ها با تکنیک و تجهیزات‌های حاضر زمان جهازانیده شده و автодром‌های نمونوی قبول کرده می شود. در شعبچه ما با شهروندان شهرهای دوشنبه، ترسونزاده، هیسار و ناحیه شهری نو و یاوان خدمت رسانیده می شود. بنیاد پایگاه‌های زمانوی، وارد نمودن автомашинаҳои تعلیمی مجهز با تکنولوژی‌های پیشقدم، ساختمان انشاءات و راه‌های جوابگوی طلبات زمان و دیگر مجموعه استحصالات و اختراعات تنها بهر آن است که در کشور رانندگان با مهارت و حرفه‌ای آماده نماییم و مهم از همه تأمین بی‌خطری حرکت در راه‌ها پیوسته تأمین باشد. عین زمان در جمهوری بیش از 50 نقطه تشخیص تکنیکی و 12 نقطه تشخیص تکنیکی سیار ارزی وجود دارند که با تکنیک و تجهیزات نوترین مجهز و به معیارهای جهانی موافق می باشند. در آنها کارمندان متخصصان با تجربه ساحه بازرسی دولتی اتومبیلی فعالیت می نمایند. هنگام گذرانیدن واسطه‌های نقلیات از معاینه تکنیکی متخصصان بازرسی دولتی اتومبیلی جهتی در حالت خوبی کارشایمی نگاه داشتن واسطه نقلیات به صاحبان آنها مصلحت‌های مفید می‌دهند. ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان دارای شعبه و بخش‌های گوناگون میباشد که یکی از آنها این خدمات راهبانی حساب می‌یابد. شعبه مذکور جهتی مستحکم نمودن قانونیت، بلند برداشتن سویه دانش کسبی هیئت شخصی، چاره‌های ضروری اندیشیده فعالیت را در این سمت باز هم جانانک نموده است.
طبق دستور سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی الرحمن شهر دوشنبه همچون مرکزی مأموری مملکت و آینه ملت صاحب تمدن تاجیکان باید به معیارهای جهانی مطابق گردانیده شود. در این زمینه طول چند سال اخیر در پایتخت کشور شهر دوشنبه اوید به بلند برداشتن صفت، بهداشت خدمت رسانی و انفراساختار نقلیاتی به سامان رسانیده شده. بار اول در جمهوری تاجیکستان ساختمان استکاده حرکت واسطه‌های نقلیاتی در 3 سطح گوناگون مورد بهره برداری قرار گرفتند و امروزها با شهامت والا به شهروندان خدمت می‌رسانند. با شرافت دستور هدایت‌های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی الرحمن و تشبث زحمت‌های شایسته رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پایتخت جمهوری عزیزمون شهر دوشنبه روز از روز آباد و زیبا و رشد ترقی یافته دل تمام جهانیان را تسخیر نموده است. دوام چند سال اخیر با مساعدت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه راههای اتومبیلگرد و یک قطار گذرگاه زیرزمینی حدود پایتخت مورد تجدید از نوسازی قرار گرفتند. یکی از بخش‌های کلیدی ساحه این فعالیت شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه میباشد. با درک این همه تشبث دستگیری‌های پیوسته همه‌روزه با طور شبانه‌روزی هیئت شخصی شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه جهتی باز هم بهتر نمودن وضع انتظام نقلیاتی، تامین بخطری حرکت در راه و پیشگیری صادرشوی حادثه و راه نقلیات به خدمت سفربر می‌شوند. محترم پیاده‌گردان، هنگامی گذشتن در راه را احتیاط باشید. راه را تنها از جای معین شده گذارید. یکی از دو را به قسمت ماشینگردی راه نبرید. راه را تنها از جای معین شده از گذرگاه روی زمینی، زیر زمینی و نزد چراغک‌های راهنما استفاده برید. ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه خود به خوبی می‌دانند که پایتخت کشور واقعاً مرکز فرهنگی و مأموری تاجیکستان عزیز بوده. اینجا رفت و آمد شهروندان و شدتناکی حرکت واسطه‌های نقلیات خیلی بلند می باشد. از این رو تأمین بخطری ساکنان و مهمانان و دیگر اشتراکچیان حرکت در راه‌های حدود شهر دوشنبه به شبهه به فعالیت نظررس و نظارت مسئولیتناک ناظران راه ربط دارد. به واسطه با تشبث رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مقامات میلیسای پایتخت نقلیات‌های خدمتی و اتومبیل‌های سبورک تامین کرده شده که همه این با ثمراناکی فعالیت خدمتی مقامات میلیسای شهر دوشنبه مساعده نموده است. همسال از جانب راهبریت وزارت کارهای داخله جمهوری تاجیکستان و ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی آزمون جمهوریوی ناظران نورس حرکت در راه در سطح بلند برگزار می‌گردد. هدف اساسی برگزاری مشغولیت‌های آزمون جمهوریوی ناظران نورس حرکت در راه را کارشناسان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی قبل از همه تشویق و ترغیب قاعده‌های حرکت در راه میان جامعه بخصوص نورسان و مکتب بچگان و به این وسیله کاهش دادن رخدهی حادثه‌های مرگاور نقلیاتی با اشتراک پیاده‌گردان منصوب می‌دانند. منفعت دیگری برگزاری آزمون ناظران نورس حرکت در آن ظاهر می‌گردد که هماهنگی پیوسته میان دایره وسیع نسل نورس، خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی، جوانان زیرک و حاضر جواب به شیوه سودمند صورت خواهد گرفت. همساله برای پیشگیری نمودن سطح صدمناکی با اشتراک کودکان نورسان با دستگیری راهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و سرداری ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان آزمون‌های ناظران نورسی حرکت، آزمون رسمی بهترین و عملیات چاره‌بینی‌های مقصدناک به مانند عملیات پیاده‌گرد، عملیات درسی کشاد، بچه‌ها و چراغک گذرانده می‌شود که مقصد از گذراندن این چاره‌بینی و عملیات‌ها برای پیشگیری نمودن سطح صدمناکی با اشتراک کودکان نورسان و بلند برداشتن دانشی خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی اوید قاعده حرکت در راه می‌باشند.
مورد به ذکر خاص است که چون دیگر مؤسسه و تشکیلات و وزارت و اداره امروزها در نزد ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان کتابخانه زیبا و برهوا عمل می نماید. این هم به خاطر بلند برداشتن ذوق کتاب دوستداری و استتیکی کارمندان، اینچنین بالا برداشتن سویه معرفتناکی هیئت شخصی، برخوردار بودن از تاریخ پر افتخار تاجیکان، دیگر باره از برنمودن دانش‌های سیاسی نظامی، حس خودآگاهی ملی، وطن دوستی و زمینه‌های حقوقی روانه گردیده است. کتابخانه مذکور فراگیر تعداد زیادی ادبیات گوناگون تیراژ بوده، در آن آثار ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک، عالمان و محققان وطنی و دیگر کتاب و دستورالعمل‌های متدی گردآوری شده است. زمان فارغ از مشغولیت و فعالیت کسبی، کارمندان در چنین محیط علمی ادبی به مطالعه مشغول می‌شوند.